با این حال آقای فهیم با اشاره به پیشرفت‌های افغانستان تاکید کرد امضای پیمان همکاری استراتژیک با امریکا بر اساس حاکمیت ملی و منافع دو طرف صورت خواهد گرفت. و بار دیگر از طالبان خواست تا به پروسه صلح یکجا شوند، اما تاکید کرد حکومت هیچ گونه مصالحه‌ای که دستاوردهای کشور و ارزش‌های جهاد و مقاومت را از بین ببرد معامله نخواهد کرد. مارشال محمد قاسم فهیم معاون ریاست جمهوری که در جشن باستانی نوروز سال 1391 خورشیدی در ولایت بلخ اشتراک کرده بود گفت افغانستان ظرف یک دهه گذشته پیشرفت‌های زیادی در بخش تقویت نیروهای امنیتی و سایر عرصه‌ها داشته. او با اشاره به کشته شدن مقام‌های دولتی و فرماندهان جهاد به ویژه ترور برهان الدین ربانی گفت دشمنان افغانستان هیچگاه نمی‌خواهند که در کشور صلح و ثبات تأمین شود. با این حال وی میگوید امضای پیمان استراتژیک با آمریکا بر اساس حاکمیت ملی و منافع طرفین صورت خواهد گرفت. سال گذشته ما جرگه عربی را در کابل برگزار کردیم. در این جرگه نمایندگان مردم شروطی را برای عقد پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا تصویب کردند و کار روی تکمیل طرح سند همکاری‌های استراتژیک با آمریکا دارد. این پیمان با در نظر داشت حاکمیت ملی افغانستان و منافع طرفین میان هر دو کشور به امضا برسد. معاون رئیس جمهور کرزی از پروسه صلح که بر روی افغان‌ها صورت می‌گیرد حمایت کرده. بار دیگر از طالبان خواست تا به پروسه صلح یکجا شوند، اما وی تاکید کرد که حکومت افغانستان در پروسه صلح هیچ گونه معامله‌ای که دستاوردهای 10 ساله و ارزش‌های جهاد و مقاومت را زیر سوال ببرد معامله نخواهد کرد. ما همان گونه که حامی و طرفدار تأمین صلح و ثبات در کشور عزیز خود هستیم و ملت مجاهد افغانستان اطمینان می‌دهیم که روند هر گونه مذاکره با مخالفین مسلح دولت موجب آن نخواهد شد که آرمان‌های جهاد بر حق مردم ما، ارزش‌های قانون اساسی در زمینه‌های حقوق زنان، آزادی بیان، فعالیت رسانه‌ها و ساختارهای جامعه مدنی که در 10 سال گذشته در پرتو نظام اسلامی و مردم سالاری ایثارگری مردم سلحشور ما به دست آمده است از دست برود. با این حال طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفتند که حکومت اسلامی که به خواست مردم باشد در افغانستان خواهان هستند. از سوی دیگر مارشال فهیم افزود تلاش‌های جدی برای مبارزه علیه مواد مخدر و حکومتداری بهتر جریان دارد و به همین اساس کادرهای مسلکی به کمیسیون اصلاحات اداری معرفی شده تا در پست ها گماشته شوند که این کار به حکومتداری خوب موثر واقع خواهد شد.